باری امروزا برای شما تازه‌ترین و مهمترین خبرها رو از جهان MMA آماده کردیم و باوری داریم که نوار به شما پسند میآید. برای همین نوار رو تا آخر تماشا کنین و لایک و کامنتار گذاشتن رو فراموش نکنین. ما باشه نوار رو آغاز میکنیم. یکی از جنگاوران درخشان ACA ورزشگر تاجیک دولتمند چوپانو با ورزشگر برزیلی کارلو آگوستو دا سیلوا ویزو داده او را به محاربت دعوت کرد. خاطررسان میکنیم که روزهای استراحتی گذشته آگوستو در تورنیر ACA 149 در محاربه ضد الکساندر کاوالیوف با قرار دوباره غلبه به دست آورد و چوپانوف او را تبریک کرده چنین سخنها نوشت: کارلوس سپارتا، تو را تبریک میکنم. ما تو را ماه فеврал انتظارم قهرمان برزیلی، نوشته از چوپانوف. خاطررسان میکنیم که دولتمند چوپانوف دو محاربه آخرین خود را در تشکیلات ACA در یکم راوند با طریق نکاوت به دست آورده است و عین زمان او یکی از جنگاوران درخشان وزن نیم سبک ACA به حساب میرود. رکورد کسبی چوپانوف از 11 غلبه و 3 باخت عبارت است و دوستان امیدوار میشن که جنگاور برزیلی این وظیفه دولتمند را قبول میکنه و تشکیلات ACA این محاربه را تشکیل میکنند و چگونه که گپ درباره تشکیلات ACA رفته استاده است باید خاطررسان کنیم که الکی روز 23 دکبر در تورنیر ACA 150 دیگر ورزشگر مشهور تاجیک اعظم غفارов برآمد میکنه و شب گذشته او با مخلصان خود مراجعت کرده همه را به محاربه خود دعوت کرد. Салам алейкум, дорогие друзья, земляки, болельщики. Я вас приглашаю 23 декабря на юбилейный турнир ACA. Очень жаркие бои. Хочу показать достойный бой. Всех жду. Таджикистан Бапеш. باید گفت که رقیب اعظم غفارov در تورنیر ACA 150 ورزشگر از روسیه عظمت پشوکوف خواهد شد. ما به اعظم بردباری و غلبه درخشان آرزومندیم. چند دقیقه پیش چمپیون پیشینه ایگل FC در وزن میانه فریدون اودیلو یک باره با پرزیدنت تشکیلات ایگل FC شامل زاورو با پرزیدنت تشکیلات IMC فایت نایت کامیل گاجیف و با چمپیون حاضره ایگل FC داورن یرمکوف جواب داده چنین سخنها نوشت: در حالی که من از پشت سلامتی خود بودم و حالا هم هستم، در صفحه های اجتماعی همه رو شنیدم که چی میگویم و کمی در حیرت موندم. چیزی که باید شوه همان میشوه. همه چیز به خواست خداوند است و در این حالت ما گناهکاران رو کوفتنی نیستم و در نوبت اول ما خود رو گناهکار میشمارم. اما وقتی که دوی ما تنها یک چیز رو میشنوی، چیزی که نبود، از این چیز از آدمان باز هم در حیرت میمونی. با همه آن آدمانی که تنها یک تاریخ رو از یک طرف شنیدن جواب میدهم. آنها همه‌شان میگویند که او خودش گناهکار است و او خودش در ریس دیر ماند. یکم ریس رو ادمینیت کردند. در دوم ریس بله ما دیر کردیم، اما یک چیز رو فهمین: حتی اگر که ما در این ریس می نشستیم ما به این هم در همان وقت در آنجا می رسیدیم و با میلیون پرسد که آنها می گویند که برای برهم خوردن محاربه یگان نشاندادی طبی نبود. از همه زیاد مرا این سوال می کشه: مرا ورچ تشکیلات نظارت کرد و در نزد او نمایندگان تشکیلات بودند. ورچ احوال مرا دیده و خودش نیز این چیز رو گفت. کسی ما رو میشناسه آنها ما رو میدانند، اما بگذار که حکم هر یک کس رو الله براره. و در آخر گفتنیم که برادران هزار رحمت که دستگیری میکنین، همه تون می نویسین، دستگیری میکنین، همه رو دیده استادم، همه رو شنیده استادم و همه تون رو با آغوش میگیرم. شما خودتون فهمیدین که کیست نوشته است اودیلو. و دوستان چگونه که میگویند چه کاری که میشوه با خوبی ما میشوه و شاید که این کاری رخ داده هم برای فریدون و هم برای تشکیلات کاری خوب شود. اما باشه با فریدون سلامتی خواهانیم و او را در دیگر تشکیلات ها با مانند ACA، بیلاتور و PFL انتظاریم. حتما در کانال ما ابونه شوین تا بازدید خانواده سربلند باشین.